سویچ دومی است. تا اینی حدود رسانده میشه بچه. ایسه سیستم پوفش و انجکترش که هست باید برم بگو دیگه که چی کنم. تایمر در حساب تایمر و چیزایش دو دانه مایکرو سویچ دارم. هر دوش که هست پشتایش خالی است. اگر از با میشه که کار بگیرم و نه، یکی در سر کار رو ندارم که برای قالب باز کردن چی میشه، یکی برای در زیر کار دارم که برای قالب بند کردن کار میکنه.